یک روز ملکتاب در مراسم ختمی که در زادگاهشان جاسک برگزار شده بود، حضور یافت. مردم بسیاری گرد هم آمده بودند تا برای روح درگذشته‌ای سوگواری کنند، اما پس از پایان مراسم، ناگهان ماری عظیم و هولاک به درون مجلس خزید و وحشتی در دل همه افکند. زنان از ترس جیغ کشیدند و یکی پس از دیگری گریختند. در آن میان ملکتاب با آرامشی شگفت‌انگیز و شجاعتی بیمانند پیش رفت. پای خود را محکم بر گردن مار نهاد و با نیرویی که کمتر کسی در آن زمان داشت، آن موجود مرگبار را از پا درآورد. این کار نه تنها نشان از دلیری خارق‌العاده ملکتاب داشت، بلکه او را به نماد امید و قدرت برای زنان بلوچ بدل ساخت. حکایت این دلاوری همچون نسیمی تند از شهری به شهری دیگر رسید، از زاهدان تا چابهار و حتی در دورترین نواحی گیوان، سیریک، بومونی، کلنگی، طاهروی و میشی، همه مردم مکران از این روایت آگاه شدند. مردم به پاس این شجاعت به او لقب شیرزال ملک بخشیدند. در روزگاران کهن شیرزال را به زنانی می‌گفتند که دلیر و استوار همچون شیر می‌زیستند و شیرزال ملک به معنای زنی با قلبی شیرگونه و استوار است. خبر این ماجرا سرانجام به گوش ابراهیم فرزند حسین رسید. کنجکاوی و تحسین در دلش ریشه دواند و تصمیم گرفت این زن شجاع را از نزدیک ببیند. بامدادی زود از دیار خیش در نزدیکی لیرداف و چابهار به سوی سرزمین اهل قبله که امروز جاسک نام دارد رهسپار شد. ابراهیم چون به خانه احمد پدر ملکتاب رسید، چند روزی میهمان آنان شد. مهر و گرمی، صداقت و بزرگواری آن خاندان دل او را ربود. اندک اندک عشقی پاک در دلش جوانه زد و او تصمیم گرفت باید با ملکتاب ازدواج کند. پس از کسب رضایت و اجازه پدر و مادر ملکتاب، این پیوند مبارک بسته شد. آن دو سالها در کنار یکدیگر با عزت و آرامش زیستند و خداوند دو پسر نیک سرشت به آنان بخشید که نامشان شاهی و دادل